اگر از اونایی هستی که دوست داری از حرف زدن با آدما چیزای جدید یاد بگیری و یکی رو داشته باشی که همراهت پا به پای تو توی روتین زندگیت همراهیت کنه، این ویدیو برای توه. سلام، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من هستی مقام هستم و اینجا با هم هستیم تا مهمون حرفهای خودمونی باشیم. اینجا قراره درباره روتین و تجربه‌های واقعی آدم‌ها صحبت کنیم و زندگیمون رو پیش ببریم. قسمت از ویدیو میخوام 5 تا چیزی که از صحبت کردن با آدمای مختلف یاد گرفتم و باهاتون به اشتراک بذارم. بهتون قول میدم که حتما یه سریاش به کارتون میاد. پس اولین چیزی که فهمیدم اینه که توی این دنیا، توی این جهان هستی، هر کسی یک داستانی داره. حتی اون رهگذری که شما احساس میکنید یک آدمه، یک فرد معمولی و نرمالی هم یک داستانی داره. به طور مثال بهتون بگم، یک روزی توی یک صفحه نونوایی بودم و با اون نانوای اونجا هم صحبت شدم و خب بالاخره همسایه بودیم و اینا، هم صحبت شدم و متوجه این شدم که این آقا قبلا موزیسین بودن و حالا الان از اون موزیسین حرفه‌ای یک نانوایی دارن و این چند دقیقه که من با ایشون هم کلام شدم و هم صحبت شدم برای من بسیار درس داشت و میتونیم حالا توی درسشو در ادامه کانال‌های تلگرام میتونم براتون تعریف کنم و اونجا ببینید. دومین چیزی که یاد گرفتم اینه که گوش دادن از صحبت کردن خیلی چیز مهمتریه، یعنی واقعا مهمتره. قبلا من سعی میکردم که همیشه سوال بپرسم یا مثلا نظر بدم، اما دیدم که بعضی وقتها فقط شما کافیه شنونده باشی و گوش بدی و اون آدمی که طرف مقابل شماست خودش آروم آروم همه چیز رو تعریف میکنه و فقط شما باید حوصله‌شو داشته باشی و به طرف مقابلت نشون بدی که من الان حوصله اینو دارم که تو بیای با من درد و دل کنی، من شنونده خوبی هستم و به تو توجه خواهم کرد. سومین چیزی که خیلی برام جالب بود این بود که آدما همشون دوست دارن که دیده بشن و دلشون میخواد واقعا یکی اونها رو ببینه، درونشون رو بشناسه و فقط از روی ظاهر نبینن. برای مثال میگم حتی آدمای خجالتی هم این حس رو دارن و دوست دارن دیده بشن، فقط کافیه که ما قضاوتشون نکنیم و حس کنن، یعنی حس کنن که ما قضاوتشون نمی‌کنیم تا خیلی راحت حرفایی که هستن و تو دلشون دارن و نگه داشتن و باهات در میون بذارن و خودشون رو تخلیه کنن. چهارمین چیز اینه که یه سری چیزا رو شما از حرف‌های عادی و شاید از چند دقیقه هم کلام شدن با آدم‌های زندگی یاد بگیریم که هیچ جا توی بشر، تاریخ و جهان نوشته نشده باشه. از تجربه‌های ساده زندگیمون که ما نه توی کلاس‌ها و نه توی کتاب‌ها یاد گرفتیم. برای مثال میگم، من یک بار از تهران قرار بود بریم مشهد که با قطار رفتیم و یک مسافری توی قطار بود، یک دوستی بود که ما با هم حالا آشنا شدیم و هم صحبت شدیم. من از اون آدم یاد گرفتم که چجوری میتونم یک سفر ارزون برم و یا یک قطاری با کیفیت بالا و ارزون قیمت انتخاب کنم. این رو هیچ جای دنیا توی کتاب ننوشته. به خاطر همین میگم ساده ترین چیزها رو آدما از حرف‌های آدمای عادی یاد میگیرن و میآموزن. پنجمین چیز و آخرین چیزی که توی این ماه من یاد گرفتم اینه که حرف زدن با آدم‌ها حال دلتو عوض میکنه. حتی اگر خسته باشی یا بی‌حوصله باشی یا افسرده باشی، یک گفتگوی ساده و چند دقیقه‌ای با یک دوست، با مادر، با پدر، با برادرت، حتی اصلا با درونت، اون کودک درونت به تو انرژی میده، مثل یه چایی توی یک روز شلوغ که خستگی تو میشوره و درد میکنه. چیزی که من از صحبت کردن با آدمای مختلف توی جاهای مختلف و مکانهای مختلف یاد گرفتم و آموختم و حالا دوست دارم که از شما بشنوم، شما از صحبت کردن با آدمای مختلف زندگیتون چه چیزایی یاد گرفتید. حتما برام کامنت کنید، چون خود من هم از صحبت‌های شما و چیزایی که شما میگین تجربه‌های زیادی به دست میارم و یاد میگیرم.
اگه این ویدیو رو دوست داشتید و دوست دارید که با هم توی کانال حرفهای خودمونی با هم باشیم و روتینه زندگیمون و تجربه های زندگیمون رو با هم به اشتراک بذاریم و دنبال یک همراه میگردیم که توی جایگاه های زندگیتون صبح که بلند میشین خواب و شاید یه حرفی سنگینی میکنه روتون که نمیتونید به کسی بزنید، حتما کانال تلگرام منو داشته باشید و کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید تا کانال تلگرام براتون بیاد و زنگوله رو هم روشن کنید که ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. تا ویدیوهای بعدی مراقب خودتون باشید. دوستتون دارم.